قبل از من جلسه پیش اعلام کردم که یک نکته رو از استوری ها راجع به بحث فلسفه درد میخوام مطرح بکنم، ولی یه خود اونو میذاریم بریم جلوتر که یه خود مناسبت بهتری پیدا بکنیم روش صحبت بکنیم. برای قسمت مبانی نظری قرار شد بیایم روی این که ما چطور بر پایه همون چرخی عناصر که دیگه ما باید کم کم این رو بتونیم خیلی راحت برای خودمون رو کاغذ پیاده بکنیم، نیاز نباشه به اسلایدی به چیزی رجوع بکنیم. یعنی یادمون باشه ما 5 تا عنصر داریم در تفکر چینی که از آب شروع میشه، وصل میشه به چوب، آتش، زمین، فلز. این رابطه زایش هست و از داخل هم روابط کنترل تعادلی رو داریم که اینا برعکس میشه اینسالت یا توهین. این رو باید سعی کنیم که هر موقع لازم باشه رو کاغذ سریع پیاده بکنیم و بر اساس روابط ذهنمون بتونه تحلیل بکنه، ارتباطات رو بررسی بکنه. قبل از اینکه با هم شروع بکنیم این بحث مهم رو که ما چطور از دانش عناصر میتونیم برای تعامل‌های رفتاری استفاده بکنیم و به هم کمک بکنیم، به خودمون کمک بکنیم، یه مطلب در حد 20-25 صفحه مطلب هستش که بعد براتون مطرح بکنم. بر اساس بنابراین روابط فیزیولوژیک هست، رابطه تغذیه و رابطه کنترل تعادلی. یه نکته مهمی رو با هم اینجا باید مرور بکنیم از نظر تفکری که در سیستم چینی وجود داره نسبت به انسان کامل. اول از همین باید دقت بکنیم که مطالب رو من مطرح میکنم طبق معمول سوالاتی که بود اون وقت با هم بررسی میکنیم. باید دقت بکنیم که آسیب‌ها، عوارض و مشکلات معمولاً در اغلب موارد از سمت عنصر اصلی متوجه بقیه عناصر میشه و این عنصر اصلی است که گاهی اوقات خودشو میریزه رو عناصر دیگه. ممکنه فردی به عنوان مثال عنصر اصلیش آب باشه ولی علائم چوب نشون بده، زود از کوره در بره، علائم کبدی نشون بده، حتی آنزیمای کبدش به هم ریخته. ولی وقتی درمانگر طب چینی میگه تو عنصرت آبه، یعنی باز برای اینکه اساسی و ریشه‌ای کار بکنه باید به کلیه‌ها و مثانه توجه بکنه، اونها رو در اولویت قرار بده. اگر قرار بشه از اونها غافل بشه بگه خب فعلا چون به نظر میاد که من علائم چوبم بارزتره، جالبه ها، یعنی این موقع کسی عنصرش آبه، اینطور نیست که شما فکر کنید کسی که عنصرش آبه همیشه علائمی که نشون میده علائم آبه. خیر، اینطور نیست. اگه اینطور بود خب خیلی راحت تر بود. گاهی اوقات خودشو پنهان میکنه، میریزه و عنصر دیگه. طبق رابطه زایش عنصر مادر خودشو میریزه رو فرزند و آب خودشو رو چوب میریزه. خب اینجا نمیشه اگر اون فردی که عنصر آب داره بگه خب من که فعلا علائم آب بروز نمیدم، چون علائم چوب دارم بروز میدم پس رو عنصر چوب متمرکز بشم. نه، این کار ریشه‌ای نیست بر اساس عناصر. باید همون آب رو بهش توجه بکنه. اون باید محور اصلی کار و سیاست‌گذاری تمرینش باشه برای اینکه بتونه نتیجه بگیره. این یک مورد. مورد بعدی این که وقتی در یک عنصری اختلالی بروز میکنه، ایجاد میشه، مثلا یه فردی که عنصر آتش داره و حالا برای شما این مطرح میشه، ما بخش نظری و برای شما مبانی نظری تموم بکنیم، میریم رو سطح 2 دانش عناصر. سطح 1 چون داره تو گروه های شما مطرح میشه و حالا بعضی از شما 3 عنصر، بعضی 4 عنصر، معدود گروه های ما تو عنصر 5 هستیم، داریم اون سطح 1 رو تموم میکنیم. خب اونا جدا ارائه میشه، میره رو سطح 2 عناصر با هم ادامه میدیم. آتش رو ممکنه هنوز به وضع نگفته باشم. مثال عرض میکنم، وقتی کسی اختلال عنصر آتش داره، این ما میدونیم که میتونه یک سری مشکلاتی بروز بکنه، یه سری اختلالاتی مثل سرخوشی، مثل شیدایی که بعضی از اینها خطرناکه و میتونه مشکلات ایجاد بکنه، باعث رفتارهای ناهنجار بشه، به اجتماع آسیب بزنه. مناسب و متناسب با شرایط فردی که درگیر هست راهکارهای مختلفی ارائه میشه. یا در عناصر دیگه
در صورتی که لازم باشه درمان طب سوزنی، درمان‌های طب گیاهی یک بخش خیلی غنی هست در دانش در سیستم چینی و قسمتی هست که در زمان مائو خیلی به اون بی‌توجهی شد. وقتی انقلاب کمونیستی صورت گرفت چند تا اتفاق افتاد. یک، اعلام شد که دیگه کسی نمیتونه تو معبد وایسه و به عنوان راهب کنفو تمرین بکنه، همه باید در خدمت دولت مرکزی باشن. پس یه ضربه به کنفو خورد، به کنفوی چینی، به خیلی از دستاوردهایی که اون زمان بود خیلی از بین رفت و خیلی از اساتید خوب مهاجرت کردن، به تایوان رفتن، به جاهای دیگه. یک ضربه اینجوری خورد. ضربه بعدی اینجوری خورد که اون زمان مائو به خیال خودش 100 نفر از هربالیست‌ها، متخصصین طب گیاهی و جراح آکوپانچریست‌ها رو دعوت کرد به خیال خودش برای اینکه این دانش رو حفظ بکنه و روش کار اصولی انجام بده. ولی اشتباهی که کرد، با اینکه حوزه طب گیاهی بسیار مهمه و خود آکوپانچریست‌ها اعتراف میکنن که بسیار مبحث سنگین و گسترده‌ای است حوزه طب گیاهی در دانش طب چینی در TCM، ولی از اونها کمتر دعوت کرد، بیشتر سراغ جراح آکوپانچریست‌ها رفت و اینجا هم یک ضربه خورد دانش طب سنتی چینی. علیرغم همه اینها، وقتی یک مشکلی وجود داره در عنصر، از درمان طب سوزنی استفاده میشه، از درمان‌های طب گیاهی استفاده میشه، حتی شاید مشاوره‌های طب غربی، مراجعات طب غربی، داروهای مختلف گیاهی، شیمیایی، چون هدف بهبودی بیماره و از مجموعه از اینها ممکنه استفاده بشه بدون تعصب. ولی اگر هدف به قول معروف سلف تریتمنت باشه، فرد بخواد به خودش کمک بکنه، اون وقت فرد باید کامل با خودش آشنا باشه و اینجاست که دانش عناصر خیلی به کار میاد. باید با نقاط ضعف و قوت خودش به خوبی آشنا بشه و این یک مسیر تکاملی و تدریجی هست که این یکی از جنبه‌های مهم دانش عناصر. اون چه که الان هر کدوم از ماها هستیم معلول یک مسیری است که از 1 سال قبل از تولد من ایجاد شده تا الان و ما که این رو میدونیم، بنابراین ارزش داره که یه مدتی وقت بذاریم. به عنوان مثال این یکی از روش هاست، در حوزه دانش عناصر مطالعه بکنیم، یک شناخت عمیق نسبت به خودمون به دست بیاریم در وهله اول و بعد بتونیم اون وقت اگر بتوانیم اثرگذار باشیم و ظرفیت‌های تغییر رو در زمان مناسب ایجاد بکنیم. برای تغییرات مهم و اساسی چه در خودم چه در اطراف خودم نیاز به ایجاد ظرفیت دارم و زمان مناسب. اینو دیگه در قانون یین و یانگ می‌بینیم. اینجا باز باید توجه بکنیم به این متن راهبردی، متن بسیار مهم در ایچینگ که در ترجمه فارسی نیست ولی در متن اصلی منتسب به ایچینگ هست که میگه اگر فرد به طور مداوم عمل کند، یعنی تجربه جستجو و با خود صادق باشد. این صادق بودن خیلی مهمه. بعضی از ماها متاسفانه به خاطر شرایط اجتماع، به خاطر مسیری که طی کردیم و به خاطر استرس ها و به حال عدم تعادل هایی که در جامعه هست، حتی با خودمون هم صادق نیستیم و متاسفانه همش سعی میکنیم تا خودمون رو بریزیم، منعکس بکنیم روی دیگران و با خودمون صادق نیستیم، خودمون رو نمیشناسیم، چه برسه بخوایم به دیگران کمکی بکنیم یا اونها رو بشناسیم. اگر فرد به طور مداوم عمل کند و با خود صادق باشد، راهی را خواهد جست که برای او مناسب است. نسبی همیشه. این راه برای او درست، مناسب و بدون سرزنش است. دانش عناصر به ما می آموزد که هر انسانی منحصر به فرده و هر انسانی راه خودش رو میتونه پیدا کنه. از طرف دیگه باید دقت بکنیم یه نکته بسیار مهم در تفکر کنفو درونی چینی و از جمله در دانش عناصر که یک سازنده مهم کنفو درونی هست، مفهوم یین و یانگ این نیست که اگر فرض بفرمایید ما میگیم یین بیانگر سیاهی هست
و یانگ بیانگر سپیدی، پس من باید در جستجوی سپیدی باشم و از سیاهی پرهیز کنم. یا اگر یین بیانگر رهایی و آرامش و یانگ نشون دهنده گرفتگی و سختی هست، پس من باید در طول زندگی از چالش‌ها و سختی‌ها فرار بکنم و سعی کنم فقط در رهایی و آرامش باشم. این مفهومش نیست. مفهوم این هست که ما باید قبول بکنیم و سعی بکنیم که کامل باشیم، کاملترین ممکن خودمون، ترکیبی از این و یانگ، ترکیبی متناسب از این و یانگ، که خیلی که هنر بکنیم سعی کنیم در ظرفیت خودمون، در حد خودمون به تعادل آرمانی خودمون نزدیک بشیم. یک ماده کامل ترکیبی است متناسب و مساوی از این و یانگ. وقتی میگیم ماده کامل، ما میخوایم سعی بکنیم انسان کامل بشیم، باید به این ترکیب مساوی تلاش بکنیم برسیم که نمیرسیم. در زندگی همیشه این عدم تعادل خودش عامل حرکته و اون تعادل ایدئال مال مرد برتره که باز اونم صحبت میکنیم. در ذهن، در آگاهی اون یگانگی و وحدت ایجاد میشه و باز این تعادل مدام در زندگی داره ما رو به چالش میکشه. یعنی هر دو رو باید داشته باشه و باید هر دو جنبه رو تجربه بکنه. اگر نداشته باشه یا اگر منکر این ضرورت بشه آسیب میبینه. ما نمیتونیم منکر این بشیم که یین و یانگ رو ما داریم و باید داشته باشیم. انسان خوب در دنیا، در هستی، ما کاری به بهشت و دوزخ و اینا الان نداریم. در زندگی که ما الان درش قرار داریم، انسان خوب انسانی نیست که فقط خوب باشه، انسانی است که بدی و خوبی در وجود اون به تعادل رسیده باشه، چون هر دو جنبه رو داره و نمیشه فقط یه دونه رو داشته باشه و ذهنش بتونه در فراسوی این دو قرار بگیره، آگاهیش در فراسوی این دو قرار بگیره. به عنوان مثال در کودکی گفته میشه، به بچه گفته میشه که اگر دروغ بگی میری به جهنم. حالا یه کودک 3-4 ساله تعجب میکنه، میگه این جهنم چجوریه؟ میگن داغ آتیشه، میسوزی. و بعضی هم زیاده روی میکنن، خب دستت هم بیار رو آتیش ببین چجوری آتیش چیزه، آتیش میسوزونه. خب یک همچین رفتاری هیچ گونه توضیح منطقی و مناسبی برای این بچه نمیشه و دستش هم سوزوندیم، در واقع قسمتی از وجودش رو، قسمتی از عنصرش رو آسیب زدیم. الان اینو میدونیم و در حالی که همه ما زمانهایی دروغ گفتیم، زمانهایی این دروغ گفتن ما رو نجات داده، به دردمون خورده. چون یه نکته بسیار مهمی که وجود داره، گاهی اوقات ما فکر میکنیم که در دنیا، در هستی، آدم‌ها رو با راستگویی محض مطلوب و ایدئال بدونیم. دروغ مصلحتی یا شاید مشکل از ادبیات باشه. در هیچ ادبیاتی، ادبیات فارسی، ادبیات انگلیسی، حتی ادبیات چینی، شما معادل مناسبی به عنوان یک واژه نداری که برای دروغ داری. برای دروغ مصلحتی واژه‌ای نداری. شاید فقط بتونیم بگیم مصلحت گویی. دروغ مصلحتی یا مصلحت گویی چیه؟ خوب دقت بکنید. دروغی هست که برای جلوگیری از ضرر، ناراحتی یا به هم خوردن روابط گفته میشه، نه برای فریب و سوء استفاده. وقتی سوء استفاده است این واژه بهش تعلق نمیگیره. شاید بتونیم بگیم همون مصلحت گویی یه بیانی است که جای اینکه بگیم دروغ، چون کلمات بار معنایی دارن و این بار منفی پیدا میکنه، شاید بتونیم بگیم که مصلحت گویی یک بیانی است، یک عبارتی است که برای جلوگیری از ضرر، ناراحتی یا به هم خوردن روابط گفته میشه، نه فریب و سوء استفاده. به محض اینکه سوء استفاده بیاد وسط برای نفع شخصی باشه، این دیگه مصلحت گویی نیست و
خود به خود این واژه دیگه میره کنار. و حالا اجازه بدید مثال بزنیم. جنبه‌های مختلف، جنبه‌های کاربردش. یک، برای آروم کردن دیگران. یه موقع ما میگیم به یکی همه چیز خوبه، نگران نباش. به عنوان مثال، حالا پسر من الان نیست، هفته پیش جمعه یه حادثه پیش اومد. یکی از دوستای بسیار صمیمیش یک باره ما شنیدیم که یک پیامی رو، حالا اینجا تنها زندگی میکنه و خانواده در شمال ایران، یه پیامی رو فرستاده، ویدیویی برای خانواده و برای یک از دوستان صمیمیش که من دیگه انگیزه برای زندگی ندارم و میخوام خودکشی بکنم و هیچ کم مقصر نیست، دنبال مقصر نگردید. گوشی و همه چیزم گوشی تو خونه و زده بود بیرون تو خیابون. و خب یه چند ساعتی گذشت، همه به شدت نگران، خانواده‌اش از شمال تماس میگرفتن، با شیرین صحبت کردن و شیرین اینجا مصلحت گویی میکرد، نمیتونست راستش بگه. اوضاع اون داشت سکته میکرد، یعنی جمعه هم بود و تعطیلی بود و اگر میخواست از شمال خودشون برسونه به فرودگاه امام‌بهل اصلا نمیتونست، داشت دیوانه، داشت میمرد این خانم که چی کار باید بکنه. و شیرین میگه همه چیز خوبه، نگران نباش، بچه‌ها حواسشون هست، الان پیداش میکنن، الان خبر میدیم. یه مصلحت گویی که برای اینکه اوضاع به هم نخوره، اوضاع خیلی خراب نشه، آسیب دیگه ایجاد نشه. و باید این چیزو میگفت. اگه میخواست راست مطلق بگه میتونست آسیب‌های جدی ایجاد بکنه. و این در شرایطی است که ما میخوایم یک مشکلی رو مدیریت بکنیم در حالی که هنوز مسئله برطرف نشده، یا یه زمانی میخوایم از ناراحتی کسی جلوگیری بکنیم، دلیل نداره ناراحتش بکنیم. میبینیم زحمت کشیده، غذای درست کرده، داره پذیرایی میکنه، ما مصلحت میگیم، نه میخوایم سوء استفاده بکنیم، نه میخوایم کسی رو اذیت بکنیم. میگیم نه، غذات خیلی خوشمزه بود. میدونیم که اگر غیر از این بگیم خیلی این الان سرخورده میشه، احساس شرمندگی میکنه، در حالی که واقعا بدمزه بوده و مشکل داشته. یا یه زمانی برای حفظ آبرو، یه کسی تو شرایطی هست که نمیخواد در دسترس باشه، نمیتونه صحبت بکنه، صلاح نیست الان در دسترس باشه و وقتی از ما پیگیری میکنن ما میگیم الان نیست. میدونیم اگر بگیم هست، نمیخواد، نمیشه، شرایط بدتر میشه. یا برای محافظت از احساسات کودکان، یه زمانی پدر بزرگ، مادر بزرگ فوت میکنه، ما به بچه که عین حقیقت رو بگیم، این بچه ممکنه خیلی آسیب بخوره. الان میدونیم بر اساس دانش عناصر که میتونیم به عنصر فلز این بچه خیلی آسیب بزنیم، یه آسیب برگشت ناپذیر. جایی که بهش بگیم که با بزرگ نیست دیگه، فوت کرده، میگیم رفته سفر طولانی، یه جور مصلحت گویی میکنیم. هدف منافع شخصی نیست، هدف سوء استفاده نیست. یا تو یک درگیری، تو یک شرایطی داره یک درگیری ایجاد میشه و ما احساس میکنیم که علی‌رغم اینکه حق با طرف مقابل نیست، ولی برای اینکه من الان شرایط رو مدیریت بکنم باید یک مقدار کوتاه بیام، بهتر این کارو بکنم، مصلحت در اینه. میگم حق با توست، من اشتباه کردم، در حالی که واقعا میدونم که اون شخص اشتباه کرده. یا در موقعیت‌های خاص اجتماعی، یکی اصرار داره ما تو جمع حضور پیدا بکنیم و ما به دلایلی نمیتونیم، نمیخوایم و در این حال میبینیم که نمیشه اینو رک و صریح بیان بکنیم. گاهی اوقات میگیم ببخشید من امشب سرم خیلی شلوغه و نمیتونم بیام. در بحران‌ها، در شرایط جنگی، در مدیریت بحران مثل سیل، زلزله، این مصلحت گویی خیلی لازم و حیاتی میشه تو موقعی. و بنابراین گاهی اوقات ما میبینیم که شاید ما بین راستگویی و دروغگویی یک حد اعتدالی داشته باشیم، یک واژه معتدلی که بار معنایی متفاوتی داشته باشه. نگیم دروغ مصلحتی چون بار منفی پیدا میکنه، بگیم مصلحت گویی که این نه راست مطلقه نه دروغ مطلق. شاید دارم اینا رو به عنوان نکاتی که از اساتید دارم عرض میکنم خدمتتون. و معادل ما دقیقه برای این واژه در زبان انگلیسی نداریم، معادل دقیقی برای ما در زبان چینی هم نداریم. در فرهنگ و تفکر چینی که باز حالا اینا که من عرض میکنم خدمتتون دانش عناصر، باز به این معنی نیست که ما مطلق 100% همه چیز رو قبول بکنیم.
دانشی است که به اشتراک گذاشته میشه و هر کدوم از ماها چون منحصر به فردیم به برداشت منحصر به فرد خودمون هم میرسیم و اینجوری میتونیم خودمون رو در اون ظرفیتی که هستیم ارتقا بدیم، بهبود ببخشیم، نسخه بهتری از خودمون بسازیم. قرار نیست همه چیز رو مطلق قبول کنیم. در فرهنگ و تفکر چینی، در سیستم سنتی، به ویژه در کنفوسیوس گرایی، خیلی بر حفظ هماهنگی اجتماعی تاکید میشه و گفته میشه هماهنگی اجتماعی و حفظ اون یک نکته بسیار مهمه برای سلامت اجتماع. و در این سیستم در بسیاری از موقعیت‌ها نگفتن حقیقت کامل یا گفتن نسخه تعدیل شده یا به عبارتی پرهیز از گفتن حقیقت پذیرفته شده است، به ویژه اگر به نحو صلح و احترام جمعی باشه. بنابراین بسیاری از چیزها به شکل بدی در ذهن ما رفته، ما رو به شدت ترسونده و من باید ضرورتاً و لزوماً، این به من تلقین شده، من باید ضرورتاً و لزوماً فاقد فلان خصلت بد به طور مطلق باشم، در حالی که در تفکر چینی در دنیای امروز، در جهان هستی که پایش مبنای دودویی هست، مجموعه این ویژگی خلقته و حالا میبینیم با هم جلوتر میریم که اصلا غیر از این نباشه زندگی از هم میپاشه و فروپاشی اتفاق میفته، دنیا از هم میپاشه. انسان بنابراین ترکیبی از این و یانگ هست، نه یین مطلق نه یانگ مطلق و این تفکر میگه که شما بی خودی زور نزن، در دنیای امروز تو نمیتونی فکر بکنی خوب مطلق باشی یا بد مطلق، تا باید ترکیبی از این دو باشی و یعنی فروپاشی اتفاق میفته، ذهنت به هم میریزه، روانت به هم میریزه. در کودکی به من تلقین میشه که من یک فرد بی عرضه و خجالتی هستم، به خیلی این تلقین میشه. حتی من الان با بعضی از بچه‌ها صحبت میکنم میگن آره من یادم میاد، میگن ما از کودکی زیاد یادمون نمیاد، ولی یک چیز یادمون میاد وقتی 5-6 سالمون بود قبل از مدرسه به من گفتن تو بی عرضه‌ای یا تو خیلی خجالتی هستی. حالا سوال اینجاست که آیا این بی عرضگی و خجالتی بودن هیچ وقت به نفع ما نبوده، در حالی که یه جاهایی بوده؟ یک بچه 3 ساله 4 ساله بهش میگن بی عرضه، از دید تفکر مرسومی که وجود داشته. چرا؟ چون بیشتر از حد بچه توقع داشتن، نمیتونسته کاسه ماست رو درست دستش بگیره بره سر میز یا بره سر کوچه خرید بکنه، بنابراین ازش نخواستن این کارا رو بکنه و از این وظایف معاف شده. خب پس یه جور منافع هم براش داشته. بنابراین وقتی ما با دانش عناصر آشنا میشیم قرار هست آروم 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 آروم، همه چیز تدریجی، با شخص خودمون آشنا بشیم، به خودمون نزدیکتر بشیم و متوجه بشیم که ضعیفترین نقطه ما کجاست. وقتی ضعیفترین نقطه پیدا بشه، بعد از اینکه اون رو پیدا کردیم اون رو مورد کنکاش و تجزیه و تحلیل قرار بدیم، ریز بکنیم، خرد بکنیم و بعد مبدأ و منشأ اون رو که ذات ماست، ماهیت وجودی ماست، سرشت قالب ماست بپذیریم و قبول بکنیم، با خودمون صادق باشیم، بپذیریم و قبول بکنیم. اون وقت اگر صادقانه بخواهیم شانس تغییر داریم. این ریز کردن یعنی یک مسیر تکامل تدریجی، یعنی همون جلساتی که هنرجو صادقانه با خودش خلوت میکنه، به مرور دانش عناصر رو، مبحث عناصر رو بازخوانی میکنه و یا با دوست خودش صبورانه به صحبت میشینه و با مرور و بازخوانی مسیر زندگی و دامنه‌های رفتاری سعی میکنه دوستش رو به عمق وجودش برگردونه و نسبت به ذات حقیقی خودش واقف و آگاه بکنه. ما آینه میشیم بدون قضاوت تا اون خودش رو، انعکاس خودش رو در ما ببینه.
به عنوان مثال فردی ذات آب داره، ولی چون به طور مطلق منکر وجود ترس در خودش بوده، رفته شده چاقوکش و زنجیر به دست سر خیابان. خیلی از شرورها، شاید جالب باشه بدونیم، خیلی از افراد شرور که به ظاهر آدمای نترسیان، اینا عنصر آب دارن. چون در درون خودشون به طور مطلق خواستن منکر وجود ترس بشن و هیچ وقت براشون توضیح داده نشده و نتونسته درک بکنه که ترس هم همیشه چیز بدی نیست، این باعث شده که فرد بره رفتارهای به شدت تهاجمی انجام بده، سر خیابون بیسته و چاقو کشی بکنه. این ضعف درونیش این تبدیل شده به تکبر. حاضر نشده این ترس رو در وجود خودش قبول بکنه، با خودش صادق نبوده. حاضر نشده در وجود خودش قبول بکنه که من فردی هستم که یک کمی بیشتر از سایرین میترسم، یه مقداری محافظه کارم. در دنیای ما، اینا رو دارم میگم برای اینکه وقتی به تعامل ها میرسیم اون وقت به این نکته دقت داشته باشیم. در دنیای ما، در جهان هستی، الهی بودن به معنی بی عیب بودن نیست و در ادبیات خود ما به شکل‌های مختلف، حافظ، مولانا، ما می‌بینیم که بیاناتی رو دارن که داره اشاره میکنه به این که زندگی مبناش دودوییه. مثل کلام معروفی که مولانا داره: رنج و غم را حق پی آن آفرید، تا بدین ضد خوشدلی آید پدید. پس به ضد نور دانستی تو نور، ضد را می نماید در صدور. وقتی یه چیزی ظاهر میشه که ضدش هم در فرایند پیدایش و وجود نشون بده. مثلا وقتی جنگ اتفاق میفته، اون موقع ضدش صلح هم بیشتر ارزشش حس میشه، بیشتر معنیش رو میاد. یا وقتی سرما احساس میشه، اون موقع گرما هم مفهوم خودش رو بهتر بروز میده. ضد را مینماید در صدور. ما نور رو به واسطه ضدش تاریکی میشناسیم و در فرایند ظهور پدیده ها ضد بودن باعث نمایان شدن ضد دیگه میشه. یه داستانی هست به نام روشنایی در غار. میگن روزگاری یک مردی در دل یک غار تاریک زندگی میکرده. از کودکی اونجا بزرگ شده بوده و هیچ وقت بیرون غار نرفته بوده، نور رو ندیده بوده. برای اون تاریکی عادی ترین وضعیت دنیا بوده. نه از نور و نه اصلا نور رو میشناخته، نسبت به اون احساسی داشته، ولی چون انسان بوده، تو این دنیا زندگی میکرده و ذاتش مبنای دودویی داره، میتونسته حس میکرده یه چیزی کمه، ولی نمیدونسته چی. تا اینکه یه روزی یک سنگی از دهانه غار به کناری میغلطه، پرتوهای نور میاد داخل و اون مرد با تعجب چشماشو تنگ میکنه، دستشو جلو میگیره، یه مقدار نور به دستش بخوره و با تعجب میگه این چیه که داره چشمای منو میزنه؟ این چیز ناشناخته ای که باعث میشه تاریکی دیگه مثل قبل نباشه چیه؟ و اون وقت به خودش میاد که تاریکی یعنی نبود این چیز تازه و این چیز تازه حالا نامش اونیست که ما بهش میگیم نور، نام دیگری داره. از اون لحظه اون دیگه تاریکی رو مثل قبل نمیبینه و اون نور رو به واسطه ضدش تاریکی میشناسه. اما همین که نور بیشتر شد، سایه هایی هم در غار پیدا میشه. جاهایی که نور مستقیم نمیرسیده، اون جاها تیره تر از همیشه به نظر میرسید و مرد میفهمه، مرد قصه ما میفهمه نور ضد خودش سبب میشه که ضدش یا تاریکی هم آشکارتر دیده بشه. ضد خودش رو در هنگام ظهور نمایان میکنه. این تمثیل میخواد تأکید بکنه که شناخت ما از پدیده ها نسبیه و در دل هر چیزی امکان شناخت ضد اون نهفته. مثل کلمات این یانگ دیگه
که هر یک از قطب‌ها مخالف خودش رو در ذات خودش داره. تأکید میکنم استاد آقای ساسانیان تأکید داشت که شما یک همچین قانون ساده مثل یین و یانگ رو سالها جاده روش مطالعه بکنید و کشف بکنید برای خودتون. اسراری که این میخواد به شما بده، پیامی که میخواد برای زندگی بهتر بده. و نماد یین و یانگ بیانگر این هست که هر ضدی، هر کدوم از اجزا ضدش رو در دل خودش داره و اون رو در فرایند وجودش ابراز میکنه. در یک متن کهن اومده نور را شناختی نه از درخشش آن که از تاریکی دیرپای غار و دانستی در طلوع هر چیز سایه هست که آرام آرام قد می کشد. روز که آمد شب نیز بیدار شد و سکوت تنها پس از فریاد معنا گرفت. در دل هر روشنی چیزی از تاریکی می تپد و تاریکی همچون بذر نور در خود امیدی نهان دارد. یک شعر قدیمی است. بنابراین الهی بودن به معنی این نیست که منفی نداشته باشیم، به معنی نبود منفی نیست، به مفهوم کامل بودنه، به مفهوم هر دو وجه مثبت و منفی رو شامل شدن هست. چیزی که کامل هست ترکیبی است از یین و یانگ، از یین ها و یانگ ها. بدون یین نمیتونه یانگی وجود داشته باشه و برعکس. اینو در قانون یین و یانگ به شما گفتیم که این دو در عین حال که متضادن ولی کاملا به هم وابسته هستن. یکی بدون دیگری معنی و مفهوم نداره و زندگی ترکیب این ازداده. وقتی یین رو قبول بکنیم، اگر یین رو اینجا به مفهوم جنبه های ضعیف و نقاط ضعف خودمون در نظر بگیریم، اگر فرض رو بر این بذاریم، اون وقت میتونیم و اگر این رو بپذیریم در وجود خودمون که ما به هر حال نقاط ضعف داریم، اون وقت میتونیم بگردیم در وجود خودمون، یین های خودمون رو پیدا بکنیم، پذیرش کنیم، دوست داشته باشیم، یعنی با خودمون صادق باشیم، همونطور که یانگ های خودمون رو به صورت متعادل و نه افراطی و جبرگیر مورد پذیرش قرار دادیم و دوست داریم. نقطه تعادل اونجاست که انسان هر دو وجه نیک و بد خودش رو صادقانه بپذیره و قبول بکنه. برای رسیدن به آرامش توصیه میشه تعادل 5 عنصر رو در وجود خودمون برقرار بکنیم. سعی کنیم به سمت این تعادل بریم. در مسیر برقراری این تعادل حالا هر کسی راهی رو در پیش میگیره، هر کسی از ظن خودش رو بیاره. یکی شاید برای اینکه این مسیر رو طی بکنه از راهکارها و درمانهای دارویی استفاده بکنه، حتی داروهای شیمیایی. یکی ممکنه با کارهای روحانی و معنوی این کار رو انجام بده، یکی با درمانهای مکمل، یکی با کنفوی درونی. پایه و اساس اینه که من خودم رو به عنوان یک فرد کامل، یعنی مجموعه از یین و یانگ درک بکنم و قبول بکنم. فردی که داره تلاش میکنه به این تکامل برسه، به این کامل شدن برسه، که در این حالت دارم تلاش میکنم یک تعادل خوبی از یین و یانگ رو برقرار بکنم. ذهن مرد برتر در ایچینگ، رفتار مرد برتر در ایچینگ، اون نقطه مبدأ مختصر. نه به عنوان یک فرد خوب و نه لزوما به عنوان یک فرد دوست داشتنی، نه به عنوان یک فرد همیشه خوب و نه به عنوان یک فرد همیشه دوست داشتنی. هر انسانی بالاخره جاذبه و دافعه داره. راجع به راهب دامو یا بودی دارما شاید مطالعه کرده باشید. یک کتاب نازک هم از ایشون اومده ایران سالا پیش ارائه شده، بودی دارما یا راهب دامو، که راهبی بوده از هند میره به چین پیش امپراتور برای اینکه تعالیم بودا رو ارائه بکنه به امپراتور، و امپراتور زیاد ایشون رو تحویل نمیگیره، استقبال نمیکنه ازش. ایشون میره به معبدی که الان شاولین نامیده میشه و اونجا میبینه که راهب‌ها از بس که کارهای فقط معنوی و فکری انجام دادن، بدناشون بسیار ضعیف و رنجور شده. این کار ایشون رو بسیار متأثر میکنه، بسیار ناراحت میکنه. حالا این خلاصه خیلی در واقع کلی و اجمالی دیگه، یک
در واقع توضیح خیلی کلی هست که چرا این افرادی که اینقدر خوبن باید اینجوری بشه وضعشون. میره در غاری و به قول 9 سال مدیتیشن میکنه در اونجا تا به راهکاری برسه و در نهایت 2 اثر مهم ارائه میکنه: ای جین جینگ و شی سویچینگ، روش هایی که چطور ما عضلات، تاندون ها و لیگامنت ها رو تقویت بکنیم، یعنی کل پیکر فیزیکی با استفاده از دانش انرژی، و روش هایی که ما چطور مغز استخوان رو و مغزمون رو شی سویچینگ از انرژی تغذیه بکنیم، مسیر روشنبینی. به قول گفته میشه با ارائه این 2 تکنیک مهم در واقع هنرهای رزمی دستخوش تغییر و تحول عمیقی میشه و اینجا نقطه‌ای بوده که دانش بیو انرژی میاد وارد هنرهای رزمی و مارشال آرتس میشه، چون راهب‌ها میبینن که این قضیه نه تنها برای سلامتی، برای بهبود کاربردهای رزمیشون میتونه مفید و مؤثر باشه. و راهب تامو خودش رزمی کار نبوده، ولی آنچه که ارائه کرد باعث این تحول میشه. منطقش هم این بوده که میگه برای اینکه روح به تعالی برسه ما نیاز به پایگاه محکم داریم. اون پایگاه جسم، باید اون رو تقویت بکنیم. باز اینجا مبنای دویی هست، جسم و روح، و نمیشه فقط به یکی فکر کرد. یک فلسفه خیلی جالب راهب تامو داره، این که در واقع میخواد بگه که شما از قضاوت دیگران خودت رو، هر کاری که بکنی دیگران قضاوتت میخوان بکنن، دیگران میخوان درست و غلطت بکنن، دیگران گاهی اوقات میخوان بار مشکلات خودشون رو، بار ناکامی های خودشون رو تو بریزند، دیگران گاهی اوقات میخوان به نوعی مانع اراده تو بشن، مانع اون چه بشن که تو بهش اعتقاد داری و باور بکنی، یا باید بجنگی با این قضیه یا باید راه خودت رو محترمانه ادامه بدی. فلسفه راهب تامو اینه: دیگران طغیان کرده اند، من بی حرکتم، در بند آرزوهایند، من بی حرکتم، نصایح گذشتگان را میشنوند، حالا یا به قولی تو بعضی از متون عرفان گذشتگان را میشنوند، من بی حرکتم، فقط در راه خود حرکت میکنم. این در واقع یک کلام راهبردی در کنترل درونی. بنابراین مهم اینه که من برم در وجود خودم بگردم و به عنوان مثال بر اساس دانش عناصر، روش ها متفاوته، ما اینجا جمع شدیم با دانش عناصر، به درک ذات و سرشت و ماهیت وجودی خودم نائل بشم، وقت بذارم در وجود خودم کنکاش بکنم، آروم آروم، سفر تدریجیه، آروم آروم به عمق برم، خودم رو بشناسم و البته خودم رو قبول بکنم. فقط شناخت که کافی نیست، بعد بشناسی به هم بریزی من اینقدر آدم مثلا عجیب و مشکل داریم، نه، بعد خودت رو قبول بکنی به عنوان اشرف و برگزیده موجودات. این نظام هستی که این موجودیت رو به انسان داده نیامده تفاوتی بذاره بگه فلانی برگزیده است و فلانی نیست. همه ما یک موجودات برگزیده هستیم در هستی که قابلیت هایی داریم که دیگر موجودات ندارن. هر کدوم از ما، این خیلی جالبه، بدون وجود هر کدوم از ما، حالا میگم چرا، دنیا از هم میپاشه. اگر در همین لحظه هر کدوم از ما، هر یک نفر ما در این دنیا نباشه، دنیا تعادلش به هم میخوره و از هم میپاشه. به موقع هر کدوم از ما میایم، عضو تیم میشیم، نقش خودمون رو بازی میکنیم و میریم. یک لحظه نمیتونه دنیا وجود داشته باشه، چون دنیا وجود نداشته باشه. یک لحظه نمیتونه دنیا وجود داشته باشه بدون حشره‌ای که الان داره تو اتاق شما پرواز میکنه، یا یک مورچه‌ای که کنار دیوار اتاق داره راه میره. ولو اینکه شما الان اراده بکنی و اون مورچه رو له بکنی، در اون لحظه تعادل دنیا رو به هم زدی و در این صورت دنیا باید حتما یه جایگزینی براش بیاره، وگرنه از هم میپاشه.
یعنی هر رفتاری که ما انجام میدیم، و این رو فیزیک نوین هم بهش رسیده، فیزیک ارتعاشات بهش رسیده، هر رفتاری که ما انجام میدیم مدام داره تعادل هستی رو به هم میزنه و هستی تلاش میکنه تا خودش رو به تعادل جدید برسونه، پس حیات ادامه پیدا میکنه. بنابراین ما مسئول حتی تفکر خودمون هستیم که ارتعاش ایجاد میکنه، حرف خودمون، مسئول حرکات خودمونی. اگر جایی تو درگیری ایجاد میکنی، اگر جایی تو امواج منفی ایجاد میکنی، داری به شدت تعادل به هم میزنی و دنیا بعد از این تغییر میکنه. هر عملی که انجام میشه رو تعادل دنیا اثر میذاره و دنیا مسیرش تغییر میکنه. اینجوری هر کدوم از ماها دقت میکنیم که مسئول اعمال خودمون هستیم. نکته بعدی این که ما هممون اومدیم، این تفکریشه در خیلی از مکاتب شرقی وجود داره، ما هممون اومدیم که به اون جان تبدیل بشیم و هر کدوم از ما یک ظرفی داریم، یک کوزه‌ای هستیم، یک ظرفیتی داریم به اندازه‌های متفاوت. هر کدوم از ما اندازه‌هامون، ظرفیت‌هامون متفاوته و به اندازه ظرفمون برخوردار میشیم و از آگاهی تغذیه میشیم و این میشه اوج تبلور ما. وظیفه ما اینه که تلاش بکنیم در همون حد و ظرفیت خودمون تغییرات مثبت ایجاد بکنیم و اگر بتوانیم بله ظرفیت‌های بیشتری ایجاد بکنیم. یک اشتباه بسیار بزرگ در این مسیر اینه که من بیام و خودم رو با دیگران مقایسه بکنم. هرچی بیشتر من خودم رو بشناسم در خصوص قضاوت کردن دیگران ساکت‌تر میشم و این ما باید بهش توجه بکنیم. ببینید دانش عناصر وقتی مطرح میشه میتونه تو ویدیو سیو بشه، یعنی بره کنار بقیه ویدیوها، تو هارد دیسک ذخیره بشه، میتونه خب یه موقع حالا یه خورده سلیقه بیشتره، یه خود آدم داغ‌تره، میتونه رو کاغذ نوشته بشه، بعد چند تا دفتر بشه، بره تو کتابخونه، بعد بره تو کارتون، بعد بره تو انباری، میتونه استفاده بشه تا آگاهیش جاری بشه. وگرنه فرقی نمیکنه. خیلی ها رو من میبینم که با اینکه تو این مسیر دارن همراهی میکنن ولی آنچه که ابراز میکنن یعنی هنوز به این مفهوم توجه نکردن. نمیگم به این مفهوم رسیدن، لااقل سعیمون رو بکنیم. ما در خصوص قضاوت کردن دیگران اگر با این دانش آشنا بشیم و یه مقدار ارتباط بگیریم ساکت‌تر میشیم، محتاط‌تر میشیم در مورد این که راجع به دیگری صحبت بکنیم، چه برسه به این که بخوایم قضاوتش هم بکنیم، درست و غلطش هم بکنیم، تا جایی که اونقدر مشغول خودم میشم، مشغول پرورش درونی خودم میشم که دیگران رو نمیبینم. تمام تلاش شبانه روزی میشه شناخت و درک خودم، چون از نظر تفکر در واقع شرقی، حالا از جمله تفکر چینی، ما تنها به این دنیا اومدیم و تنها هم میریم. در این مسیر یک سری افراد برای مدتی، برای لحظاتی میان کنار ما و میرن. پدر میاد میره، مادر میاد میره، فرزند میاد میره دنبال زندگیش، دنبال داستان خودش، مادر به همین ترتیب. و واقعیت اینه که ما تنها اومده ایم و تنها هم خواهیم رفت. پس اگر بتوانم کاری انجام بدم، روی شخص خودم میتونم انجام بدم، کارستان، و وقتی در وجود خودم تونستم این شعله رو روشن بکنم، تشعشعات اون میتونه نصیب اطرافیان بشه. تا زمانی که این شعله در وجود خود من روشن نشده، تشعشعاتی هم نصیب دیگران نخواهد شد. باید از خودم شروع کنم. نکته بعدی این که برای اینکه من ماده باشم، موجود باشم، انسان باشم تو دنیای مادی، من به یین و یانگ نیاز دارم. وقتی ما میگیم یین و یانگ یعنی دو چیز جدا و متضاد که در کنار هم قرار گرفتند ولی یکی نشدن. اگر یکی بشن که
این میشه انفجار هسته‌ای. یعنی اصلا نظر فیزیک این امکان نداره. فیزیکدان‌ها رو دیگه شما بهتر میدونید، فیزیکدان‌ها رو عالمان دنیای علم میدونن. یک انفجار هسته‌ای در دو صورت میتونه اتفاق بیفته. حالا من اینجا فقط سرفصلش رو میگم، شما خودتون استادید یا میتونید سرچ بکنید. یک حالت شکافت هسته‌ای هست، یک حالت همجوشی هسته‌ای. در حالت شکافت یک اتم سنگین مثل اورانیوم میشکنه و انرژی عظیم ایجاد میکنه. نمونهش میشه بمب اتمی هیروشیما، فاجعه‌ای که اتفاق افتاد و کل هستی رو به هم ریخت. خب از اون زمان به بعد دنیا یه جور دیگه ای شد، میتونست یه مسیر دیگه ای بره. یک هم میشه همجوشی، این شکافت میشه فیزیون، همجوشی میشه فیوژن. در همجوشی دو تا هسته سبک مثل دوتریوم و تریتیوم رو به هم میخوان پیوند بدن و یه هسته سنگین تر بسازن. انرژی که ایجاد میشه چندین برابر شکافته، مثل اون چیزی که در خورشید اتفاق میفته در هر لحظه، یا میشه مثل بمب‌های هیدروژنی. بنابراین اصلا از نظر فیزیک، از نظر علمی اصلا امکان نداره شما یین و یانگ رو یکی بخوای بکنی. اینا جدا از همن ولی کنار همن و به هم وابسته هستن. اگر بخواد این یگانگی اتفاق بیفته همه چیز نیست و نابود میشه. بنابراین برای ماده بودن، برای موجود بودن، برای اینکه موجودیت ما حفظ بشه، ما باید دقت بکنیم که قسمتی از ما اون روحی است که از اون ذات متعالی، از اون ذات برتر سرچشمه گرفته، از ذات هستی، و قسمتی از ما هم فیزیکی هست. این یین و یانگ در کنار همند و من ترکیبی از این دو هستم، نه یین مطلق نه یانگ مطلق. و اینجا این سوال پیش میاد، پس چطور در تعالیم معنوی گفته میشه که ما میخوایم به وحدت برسیم و ذهنمون به یگانگی برسه؟ بله، این اتحاد، این همجوشی نه در سطح ماده و فیزیک، در سطح ذهن و آگاهی شما اتفاق میفته. و یک هنرجو در مسیر پرورش درونی ذهنش به اون آگاهی میرسه، آگاهیش اونقدر رشد میکنه که آگاهیش در فراسوی دوگانه اندیشی قرار میگیره. ولی این دوگانگی هست و در عالم فیزیک، در عالم ماده وجود داره. چون اگر این دوتا بخوان ملحق بشن، اونجا جایی است که فرد میخواد به ذات ابدی بپیونده و از حالت ماده خارج بشه. بنابراین دقت بکنیم که این مفهوم یین و یانگ، این مفهوم در دانش عناصر یک مفهوم بسیار مهم، اساسی و کاربردی هست. و نکته بعدی هم این که روابطی که بین عناصر و ارگان‌ها وجود داره دو طرف است. یعنی ضعف عنصر میتونه عارضه ارگانی بده و گاهی اوقات هم آسیب‌هایی که به ارگان وارد میشه، عوارض ارگان میتونه عنصر رو بهش مشکل بده، آسیب بده. من به خاطر ضعف عنصر غالب خودم، هر کدوم از ماها ارگان‌هایی داریم که ضعیفه. اینجا عنصر رو ارگان خودشو نشون داده و البته بیشتر این مسیر خودشو نشون میده. عنصر غالب بیشتر این عوارض نشون میده، ولی مسیر برعکس هم اتفاق میفته. گاهی اوقات در اثر یک حادثه فرد یک آسیب ارگانی میبینه و اون آسیب حالا میره خودش رو عنصر مرتبط و دامنه‌های رفتاری مرتبط میریزه و منتقل میکنه. این از هر دو طرف وجود داره، هرچند که از سمت عنصر و ارگان قوی تر هست. خب تا اینجا اگر سوالی از بچه‌ها بفرمایید، من در خدمتتون هستم اگر ابهامی وجود داره. خب حسین جان، من به شما میکروفون بدم، در خدمتتون هستم. بفرمایید، خواهش میکنم. درود. سلام حسین جان، من در خدمتم، بفرمایید. قربان شما، خیلی ممنون. استاد، راجع به تکبر که فرمودین، آیا تکبر ریشش از ضعفه؟ یعنی کسی که ضعیف باشه، یعنی تکبر یه جورایی وانمود کردن اینه که طرف قویه و برای پوشوندن ضعفه؟ عرض میکنم خدمتتون. چشم. نه، سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. من یه لحظه فقط حسین جان میکروفون رو میبندم، باز دوباره دستو بیاری بالا، اگر باز لازم دستو بیار بالا. من فقط میبندم که چون بعضی موقع بچه‌ها میگم نویز افتاده برای ما. ببینید تمامی صفاتی که وجود داره، بد یا خوب، اون چه که به ما یاد دادن بد یا خوب، مثلا ما غرور داریم، تکبر داریم. مثلا شاید غرور یک واژه در واقع در مفهوم مثبت باشه و شاید اون تکبر، اون کبره، شاید هر دو جای مترادف به کار میره، ولی شاید اینجا تکبر مثلا بار منفی داشته باشه. بعد دقت بکنیم که این اولا یه بخشش آموزشی است که به ما منتقل شده، آموزش هایی است که به ما داده شده و به ما به صورت سری باورها جا انداختن شده، فرهنگ ما، تفکر ما، باورهای ما. ولی از تفکر چینی تمامی این ویژگی ها باید باشه به شکل متعادل. یعنی یک انسان متعادل به جاش باید احساس غرور بکنه نسبت به آنچه که داره، نسبت به آنچه که نقطه ضعف‌هاش هست، ولی این نقطه ضعف‌هاش نقاطی است برای پیشرفت، انگیزه هایی است برای حرکت. یعنی این یین و یانگ همیشه گفته میشه عامل حرکتی. خب باید نسبت به اون چه که هست و اون چه که زندگی بهش داده احساس غرور بکنه، مخصوصا دستاوردهایی که داره. بعد همیشه اینم ببینه نه فقط نیمه خالی، ولی با تواضع. بعد این رنگی از تواضع داشته باشه. اگر تمامی صفات در یک انسان وجود داشته باشه، مثلا خشم، اینو حالا تو دانش عناصر هم صحبت شده، بازم صحبت میکنیم. خشم به خودی خود وقتی ما میگیم خشم، آدم یک بار منفی به ذهنش متبادر میشه. خشم چیز خوب نیست، ولی یه جاهایی هم لازمه. شما فرض بکنید مثلا در تربیت فرزند یه جایی تو لازمه که خشم مصلحتی ابراز بکنی، یه جاهایی لازم در یک شرایطی برای دفاع از خودت یک خشم قوی ابراز بکنی، برای اینکه این میتونه شرایط درگیر رو کنترل بکنه، درگیر نشی، آسیب نزنی. یعنی این باید وجود، این باید باشه، این مهارت رو باید من داشته باشم به جاش این خشم رو ابراز بکنم، ولو اینکه از ته دل نباشه. ولی در عدم تعادل هاش بده. اونی که ضعف داره این تکبر و غرور رو استفاده میکنه برای اینکه خودش رو بزک بکنه. این اون وقت همه چیزهای دیگه. شما در عناصر وقتی مثلا ما میگیم عنصر آب مثلا ترس داره، بعد میبینیم که گاهی اوقات برای اینکه این ترس رو بزک بکنه میاد یک شجاعت غیر عادی و بیمارگونه بروز میده. یعنی میره روی اکستریم دیگه، کارهای در واقع خشن انجام میده، رفتارهای خشن بروز میده، عصبانیت. ولی تهش این آدم عنصرش آب بود وقتی بررسی کردیم. در واقع دامنه‌های رفتاری عناصر بیانگر وضعیت‌های عدم تعادله، وگرنه تمامی احساسات، تمامی ویژگی‌ها، برای همین ما میگیم که انسان کامل ترکیبی از یین و یانگ، همه اینا رو بعد در وجود خودش داشته باشه. به همین علت در تفکر چینی میگه انسان خوب در زندگی در دنیای امروز که مبناش دوئیه، میگه نه انسانی است که فقط خوب باشه، باید خوب و بدش متعادل باشه، چون یه جایی ممکن لازم باشه برای ایجاد تعادل بد بشه. ببینید دقت بکنید در مسیر کنفو درون این بده نه به خاطر منافع شخصی، برای کمک به ایجاد تعادل در هستی. وگرنه من میدونم بر پای دانش عناصر که هر حرفی که میزنم، حتی هر فکری که از ذهن من خطور میکنه، از در ذهن من میاد، این رو عالم هستی و تعادل کل هستی اثر. اینو فیزیک جدید میگه، فیزیک ارتعاشات میگه. تمامی اینا ارتعاش میشه و تمامی اینها داره دنیا رو تغییر میده. ما داریم مرتب دنیا رو تغییر میدیم. اگر افکار مثبت، این که میگه همون که مولوی میگه گر بود اندیشت گلشنی و بود خاری، این چیزی که مولوی میگه. خب اندیشه ما مدام داره زندگی رو تغییر میده، ولی یه جاهایی من لازمه که از این ویژگی دویی استفاده بکنم، یه جاهایی من لازمه یانگ باشم، یه جایی یین باشم. استفاده درست و متعادل هنر یک فردی است که داره تلاش میکنه خودش رو به سمت تکامل، به سمت کمال ایدئال خودش برسونه. ولی وقتی ما تو عناصر صحبت میکنیم
داریم نقطه ضعف رو میگیم. اونجا بله، اونی که به صورت تکبر و غرور ابراز میکنه، یک رفتار متکبرانه از خودش نشون میده، اون داره در حالت عدم تعادله، داره یک چیزی رو پنهان میکنه که اینجا ما حالا باید سعی کنیم ببینیم این چه چیزی است. این تکبر از کجا میاد؟ این غرور از کجا میاد؟ این در واقع شجاعت غیر عادی از کجا میاد؟ این جسارت غیر عادی از کجا میاد؟ اینو بعد وقت ما میتونیم اگر دانش عناصر رو عمیق‌تر و عمیق‌تر بشناسیم، میتونیم این رو پیدا بکنیم در وجود خودمون و بعد در تعامل‌های رفتاری. باز اگر سوالی هست حسین جان بگو، من میکروفون بدم، یا اگر ابهامی هست. سوال بچه‌ها؟ اگر سوالی باز وجود داره من در خدمتتون هستم. ارادت حسین جان. ببینید بچه‌ها، اون چه که از دانش عناصر برای شما در این دوره توسعه فردی ارائه میشه، حدوداً عرض کردم بارها، حدوداً فکر میکنم 10 ترم باشه که براتون ارائه میشه. حالا ممکنه مثلا یه خورده ما میخوایم جزئیات رو از دست ندیم دیگه، میخوایم در واقع یک بسته ای که من تونستم در طی این 30 سال واقعا این رو آروم آروم جمع آوری بکنم. اصلا نمیدونستم این چیه. اول که اصلا نمیدونستم این چی است در سالهای اول. بعد از زمانی که با استاد ساسانیان آشنا شدم فهمیدم بله، این اون جنبه ای از عناصر که برای من جالب هست، این جنبه هایی که اینطوری میخواد به ما آگاهی بده، این یک دانشی هست که این دانش عناصره و یک مسیر تدریجیه. این اون چی که من ارائه میکنم برای شما حدوداً شما فرض کنید حدوداً 100 ساعت، خب که باز تاکید میکنم 1/10 تقریبا مجموعه کاملی است که در مراکز معتبر چینی میاد تدریس میشه. البته یه مقدار اینجا تفاوت داره، چون ما نمیخوایم درمانگر بشیم، اونجا برای درمانگرها تدریس میشه، اینجا ما میخوایم بر پایه کنترل درونی کار بکنیم. یه سری ایده هایی که من اساتیدم گرفتم و همچنان سعی میکنم بگیرم، برای در واقع نکاتی است که در کنترل درونی برای ما کاربرد داره و برای در واقع تعالی درونی استفاده میشه، نه لزوما نگاهی که درمانگر در طب چینی داره. ولی میخوام اینو عرض بکنم، شما وقتی این رو کاغذ پیاده میکنید و وقتی مطالعه میکنید و وقتی برای خودتون صفحات سفیدی میذارید در هر بخشی که منتقل میکنید تا دستاوردهای خودتون رو بنویسید، تحلیل‌های خودتون رو برسید که بهش میرسید، و هر کسی وقتی اینو مطالعه میکنه به برداشت‌های خودش، به تحلیل‌های خودش میرسه، به نکات اگر بخواید میاد براتون. من اینو قبلا هم عرض کردم، واقعا 1-2 تا منبع بسیار مهم از این دانش سالها در کتابخونه من بود و به شکل اتفاقی به دست من رسیده بود، ولی من ازش غافل بودم. و اون زمانی که من مصرتر شدم، تشنه‌تر شدم، طلبه شدم، اینا هم خودشون نشون داد. توی جابجایی ساده دیدم اینو من دارم، اینم دارم، خب اینا کنار هم با اون چیزی که هست، با اون چیزی دارم میگیرم، این باعث که خب این دوره در واقع برنامه‌ریزی میشه. اگر بخواید و اراده بکنید به اون آگاهی لازم و متناسب خودتون وصل میشید و به تحلیل‌های خیلی جالبی میرسید. در حال فکر می‌کنم برای امروز همین کافی باشه. این بخش رو دقت بکنید که قبل از تعامل‌های رفتاری خوب ما بهش توجه بکنید، برای که اونجا این پایه، این مبنا میتونه خیلی به کارمون بیاد. خب دوستان، سوالی وجود نداره دیگه؟ ممنون از حضور همراهی همتون بچه‌ها. ویدیو طبق معمول براتون بارگذاری میشه و ان شاءالله برای جلسه بعد در خدمتتون هستم. قربان شما، من با اجازه از اتاق خارج میشم. وقتتون بخیر بچه‌ها، خداحافظ.